هاروکی اولین رمانش رو وقتی نوشت که اصلا نویسنده نبود. توی سال 1974 وقتی که توی استادیوم داشت بازی بیسبال رو مشاهده می‌کرد، یهو حس کرد که باید یه کتابی بنویسه. پس نتیجه شد به آواز باد گوش بسپار. ولی اصلا این کتاب چجوریه؟ آیا اصلا ارزش خوندن داره؟ پس بریم که با هم بررسیش کنیم. سلام، من شیرالی ام. اینجا قراره درباره کتاب‌های جزایی با هم دیگه صحبت کنیم. امروز اولین رمان هاروکی موراکامی رو می‌خوایم با هم دیگه زیر ذره‌بین ببریم. این کتاب اولین بار توی سال 1979 منتشر شد و توی همون سال برنده جایزه نویسندگان جوان گونزو شد. داستان کوتاه ولی پایه و اساس دنیای موراکامی رو میشه توش پیدا بکنیم. داستان از زبان یه دانشجو روایت میشه که تابستونش رو توی یه شهر کوچیک به همراه دوستش توی یه بار میگذرونه که توی اون درباره احساسات، خاطرات و آدمایی که توی مسیرش قرار میگیرن صحبت میکنه. داستان خیلی ساده به نظر میاد، اما چیزی که موراکامی رو خاص میکنه سبک روایت و حس عجیب و غریب دلگیری کتابه. موراکامی این کتاب با الهام از نویسنده‌های آمریکایی مثل همینگوی و سالینجر نوشته. نثرش ساده است ولی یه جور خاصی رویاگونه به نظر میاد. موضوعات اصلی کتاب شامل تنهایی، نوستالژی، گذر زمان و تلاش برای درک زندگیه. شخصیت اصلی سعی داره توی دنیا جای خودش رو پیدا کنه ولی انگار همه چیز یه جورایی مبهمه. توی این کتاب عناصری که بعدها توی بقیه کتاب‌های موراکامی پررنگ‌تر میشه وجود داره، مثل شخصیت‌های عجیب، بارها، کافه‌های خلوت، موسیقی جاز و یه حس مالیکولیایی که همه چیزو در بر میگیره. اگه قبلا کتابای موراکامی مثل کافکا در کناری یا جنگل نروژ رو خوندی، این یه فرصت عالیه که ببینی چطوری این نویسنده کارش رو شروع کرده. حالا اگه تازه می‌خوای کتابای موراکامی رو شروع کنی، این کتاب میتونه یه گزینه خوب باشه چون کوتاهه، ولی باید یاد باشه که سبک خاص موراکامی رو کامل نشون نمیده. شاید جنگل نروژی یا تعقیب گوسفند وحشی گزینه‌های بهتری برای شروع باشن. خب این بود معرفی و بررسی به آواز باد گوش بسپار، یک کتاب کوتاه ولی خاص که سرآغاز دنیای موراکامی بود. حالا نوبت شماست. تا حالا این کتابو خونده بودین؟ اگه خونده بودین نظرتون رو درباره‌اش بهم بگین و اگه نخوندین دوست دارین از کدوم کتابای موراکامی شروع کنین؟ توی کامنت‌ها بهم بگین. اگه این ویدیو برات جالب بود لایک و سابسکرایب یادت نره که باعث میشه من بیشتر از این ویدیوها بسازم. ممنون که تا اینجا همراهم بودید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.